سلام، چطور می توانیم یک ملک را در اپلیکیشن همراه ثبت نماییم؟ بعد از اینکه وارد برنامه شدیم، روی آیکون املاک کلیک میکنیم و گزینه املاکی را انتخاب میکنیم. وارد اولین مرحله میشویم. در این مرحله باید دفتر املاک را در اپلیکیشن همراه ثبت نماییم. اولین گزینه افزودن تصویر دفتر است. در این قسمت شما می توانید یک تصویر از دفترتان و یا لوگوی دفترتان را اضافه کنید. روی آن کلیک میکنیم و عکس مورد نظر را از گالری انتخاب کرده آپلود میکنیم. گزینه بعدی نام دفتر است که باید اسم مکمل دفتر شما در این قسمت اضافه شود. در ادامه گزینه نام مدیر است. کسی که مدیریت دفتر را به عهده دارد باید نام آن در این قسمت اضافه شود. در قسمت کد اشتراک املاک شما باید کد را از پشتیبانی تیم همراه دریافت کنید. روی گزینه سمت چپ کلیک کنید. یک صفحه جدید برای شما باز می شود. توضیحاتی درباره کد اشتراک املاک برای شما داده می شود که شما باید برای ثبت نام کد را از پشتیبانی همراه دریافت کنید. روی گزینه پشتیبانی واتساپ کلیک کنید و کد اشتراک خودتان را دریافت کنید. بعد از دریافت کد را در همین قسمت اضافه کنید. در گزینه بعدی شماره موبایلتان را اضافه کنید. پایین‌تر در قسمت ایمیل مورد نظرتان را اضافه کنید. این گزینه اختیاری است، همچنین می توانید خالی بگذارید. پایین‌تر شهری که در آن فعالیت دارید. سلام، چطور می توانیم یک ملک را در اپلیکیشن همراه ثبت نماییم؟ بعد از اینکه وارد برنامه شدیم، روی آیکون املاک کلیک میکنیم و گزینه املاکی را انتخاب میکنیم. وارد اولین مرحله میشویم. در این مرحله باید دفتر املاک را در اپلیکیشن همراه ثبت نماییم. اولین گزینه افزودن تصویر دفتر است. در این قسمت شما می توانید یک تصویر از دفترتان و یا لوگوی دفترتان را اضافه کنید. روی آن کلیک میکنیم و عکس مورد نظر را از گالری انتخاب کرده آپلود میکنیم. گزینه بعدی نام دفتر است که باید اسم مکمل دفتر شما در این قسمت اضافه شود. در ادامه گزینه نام مدیر است. کسی که مدیریت دفتر را به عهده دارد باید نام آن در این قسمت اضافه شود. در قسمت کد اشتراک املاک شما باید کد را از پشتیبانی تیم همراه دریافت کنید. روی گزینه سمت چپ کلیک کنید. یک صفحه جدید برای شما باز می شود. توضیحاتی درباره کد اشتراک املاک برای شما داده می شود که شما باید برای ثبت نام کد را از پشتیبانی همراه دریافت کنید. روی گزینه پشتیبانی واتساپ کلیک کنید و کد اشتراک خودتان را دریافت کنید. بعد از دریافت کد را در همین قسمت اضافه کنید. در گزینه بعدی شماره موبایلتان را اضافه کنید. پایین‌تر در قسمت ایمیل مورد نظرتان را اضافه کنید. این گزینه اختیاری است، همچنین می توانید خالی بگذارید. پایین‌تر شهری که در آن فعالیت دارید